نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز باشید و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال و تلاوت کلام الله مجید و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش زیباتر و بهتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو به نهایت سپاس از اینکه بار دیگر بر ما منت نهاد تا به همراه شما خوبان و سروران در برنامه دیگر به بررسی آیات دیگر از کلام الله مجید بپردازیم در سوره مبارکه الجن. سوره مبارکه جن در باره جن صحبت میکنه برای ما. جنها موجوداتی که در عالم ما وجود دارند و ما انسانها آنها را نمیبینیم. الله متعال درباره جنها و شیطان که از جنس جن است، کان من الجن ففسق عن امر ربه، او از جنس جنها بود اما عصیان کرد و نافرمانی کرد دستور الله متعال رو. می‌فرماید که انه، یعنی شیطان، یراکم، میبینه شما رو، هو و قبیله، او و قبیله و طایفه و هم نوعانش شما رو میبینن، من حیث لا ترونهم، در حالی که شما اونها را نمیبینید. از این آیه این گونه برداشت میشه که جن موجودی است که ما او رو نمیبینیم. انسان ها نمیتونن که جن ها رو ببینن اما جن ها انسان ها رو میبینن و گفته میشه که تعداد اونها از انسان ها بیشتر است و مکلف هستند و صاحب عقل و شعور هستند و خلقت آنها از آتش است، از شراره آتش. و خلق الجن من مارج من نار. الله متعال میفهمه جن ها رو من خلق کردم از اون شراره آتش و انسان ها از خاک آفریده شدن و جن ها از آتش و خلقت وجودی اونها با ما متفاوت است اما مکلف هستند و گفته میشه که اونها از ما بیشتر هم هستند، تعدادشون بیشتر از انسان هاست. و برخی از مفسرین از آیه 56 سوره مبارکه ذاریات که میفهمد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من الله با عظمت خلق نکردم جن ها و انسان ها رو مگر اینکه عبادت من الله با عظمت رو انجام بدن. از ذکر جن قبل از انس در این آیه مبارکه و ما خلقت الجن والانس میفرمایند که جن به خاطر این زودتر بر انس مقدم شده چون تعدادشون بیشتر هست و یک برخی دیگر هم گفت فرمودن چون زودتر خلق شدن. میدونیم که جنها قبل از انسان ها خلق شدن و قبل از این که آدم علیه السلام خلق بشه شیطان بود و خلق شده بود و از جمله جنیات هست. جنها موجوداتی هستند که مکلف هستند. عالمی به نام عالم جن داریم، ما سوره به نام جن داریم که این سوره مبارک است و غیر از این سوره ها در سوره های دیگر قرآن کریم هم در آیات مختلف درباره جن صحبت شده و از اونها نام گرفته شده و خصوصا در سوره مبارکه احقاف، در آیات پایانی سوره مبارکه احقاف هم الله متعال باز درباره حکایت ایمان جن ها به رسول الله علیه السلام صحبت می‌فرماید و جن ها اونها به رسول الله علیه السلام ایمان آوردن و پیامبری از خود نداشتن و هر پیامبری که فرستاده شده در طول تاریخ از انسان‌ها بوده است و از مردهای انسان‌ها بوده است و ما پیامبری از جن‌ها نداشتیم بلکه جن‌ها تابع انسان‌ها بودند در رسالت، همون گونه‌ای که در زمان ما هم جن‌ها همه به رسول الله علیه السلام ایمان دارن، جن‌های مسلمانی که از زمان نزول قرآن کریم ایمان آوردن تا قیام قیامت. الله متعال در این سوره حکایتی رو برای ما ذکر می‌فرماید که چگونه اولین گروه جن
ایمان آوردن به رسول الله علیه السلام در هنگامی که این اتفاق در تاریخ افتاد که رسول الله علیه السلام از طائف، از شهر طائف برمیگشتن به مکه مکرمه بعد از اون حادثه تلخ و خاطره تلخ طائف که تلخ ترین روز عمر رسول الله علیه السلام نامیده شد به زبان مبارک خودشان و فرمودن تلخ ترین روز عمر من بود. و وقتی که حضرت عایشه از ایشان پرسید، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، که یا رسول الله روزی تلختر از احد هم بر شما گذشت، آیا تلختر از احد هم که روز تلخی بود 70 نفر شهید دادیم ما در احد و خود رسول الله علیه السلام زخمی شدن و بیهوش شدن، فرمودن که روز طائف و داستان طائف رو ذکر فرمودن. در اون روز تلخترین روز حیات رسول الله علیه السلام که بعد از اتفاق وفات ابو طالب و بعد از اتفاق وفات ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها اتفاق افتاد و تلخترین سال حیات رسول الله علیه السلام، رسول الله علیه السلام در مسیری که برمیگشتن از طائف با اون حادثه تلخ و بیمهری ها و ظلم و ستم مردم طائف و سنگ زدن رسول الله علیه السلام و زخمی کردن ایشان، به منطقه رسیدن به نام وادی النخله، وادی النخله در بین طائف و مکه مکرمه. و قبل از اینکه وارد مکه مکرمه بشن، زید بن حارثه به سرخوانده ایشان کمراه ایشان بود، از ایشان پرسید که یا رسول الله مردم مکه الان چطور ما میخوایم مکه وارد بشیم در حالی که خبر شدن از رفتن ما به طائف و ما رو ممنوع دخول کردن؟ و فرمود که الله پیامبرش را نصرت خواهد کرد. یا زید مشغول نماز بودن، در نماز صبح رو تلاوت میکردن، در مشغول تلاوت در نماز صبح بودن که گروهی از جنها گذر میکردن و میگشتن. از زمان نزول قرآن اتفاقی که افتاده بود، اینها میگشتن که ببینن چه اتفاقی افتاده که این همه تغییر آمده در عالم که در این آیات ذکر خواهد شد و گذرشون بر رسول الله علیه السلام افتاد. و رسول الله علیه السلام از این حکایت بیخبرن، نماز میخوانند، تلاوت میکنند در نماز صبح و جنها شنیدند و این آیات بعد از این نازل شد. الله متعال در سوره مبارکه جن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل، ای پیامبر من بگو، اوحی الی، به من وحی شد. رسول الله علیه السلام میفرماید که الله متعال به من وحی کرد، یعنی من این داستان رو ندیدم و خبر ندارم و من خبر نشدم از این حکایت مگر بعد از وحی. اوحی الی، به من وحی شده است که انه، همانا استمع نفر من الجن، گوش کردن گروهی از جنها، فقالوا، قرآن کریم رو شنیدن در گذری که بر نماز رسول علیه السلام داشتن در وادی النخله، فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا، ما شنیدیم قرآنی عجیب، یک خواندنی بسیار عجیبی شنیدیم. یک بار شنیدند، اما آمدن این گونه درباره قرآن اظهار نظر کردند. قرآنی عجیب، کلامی عجیب درباره قرآن فرمودن که کلامی عجیب شنیدیم ما. اینها جنهای صالح بودند، دنبال حق و حقیقت میگشتن و عظمت رو در این کلام درک کردن. یهدی الی الرشد قرآنا عجبا یهدی الی الرشد، قرآن عجیبی که ما رو دعوت میکرد و راهنمون میکرد به رشد و فلاح و حق و حقیقت و رستگاری و آنچه خیر ما در دنیا و آخرت ماست و صلاح ما در دنیا و آخرت هست، ما رو راهنمون میکرد. فآمنا به، پس ایمان آوردیم به قرآن. با یک بار شنیدن ایمان آوردن به قرآن کریم. قرآن کتابی است که درمان قلب‌های بیمار است. قرآن کتابی است که انسان اگر صادقانه بیاد و این کتاب رو مطالعه بکنه و تفکر و تدبر بکنه، امکان نداره که شیفته و شیدای این کتاب نشه و باورمند به حقایق غیر قابل انکار موجوده در آن. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، ما هرگز هیچ فردی رو با الله متعال شریک نخواهیم کرد در صفاتش، در افعالش، در ذاتش. الله یگانه است در ذاتش و در صفاتش و در افعالش. ولن نشرک بربنا احدا، هرگز ما به پروردگار خود، رب خود، آن ذاتی که ما را خلق کرده و اختیار زندگی ما به دست اوست و مدیر و مدبر عالم و زندگی ماست، هرگز شرک نخواهیم آورد. و انه، و همانا تعالی جد ربنا، بسیار والا مقام است، عظمت پروردگار ما خیلی والاست، جلال و شکوه و عظمت دارد
رب ما و والا مقام است پروردگار ما و خیلی با شکوهتر و والاتر از آن است که متخذ صاحبتا ولا ولدا، نه همسری برای خود برگزیده است و نه فرزندی دارد. اینها با این تعبیرشون زیر سوال بردن و رد کردن اعتقاد این مسیحیان رو، باور مسیحیان رو به این که میگفتن عیسی علیه السلام پسر الله تعالی است، نعوذ بالله. و اونها گفتن که الله متعال، جایگاه الله متعال، عظمت الله متعال خیلی والاتر از آن است که برای خود همسری انتخاب بکنه و فرزندی انتخاب بکنه. تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا، نه برای خود همسری انتخاب کرده است و نه فرزندی. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگو الله واحد احد است، الله واحد است، یگانه است در ذاتش، در صفاتش، در افعالش و الله بی‌نیاز است، نه زاییده است و نه زاده شده است، یعنی نه فرزندی دارد و نه پدر و مادری دارد و نه هیچ کسی همتای اوست. الله یگانه است، الله احد. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا و انه كان یقول سفیهنا علی الله شططا. و می گفت نادان ما، نادان و احمق ما چیزهایی رو به الله متعال نسبت میداد، سخنانی باطل و ناروا و نابجا و ناحق رو به الله متعال نسبت میداد. اینجا مراد از سفیهنا، نادان ما جنها، مراد ابلیس است، شیطان، چون اون از جنهاست، اون رو نسبت دادن به خودشون، سفیهنا، نادان ما. این ابلیس نادان ما کلامهای بیهوده و لاابالی و ناحق و نازیبایی میگوید درباره الله متعال، آنچه که درباره واسطه تراشی و شرک و خرافاتی که به انسانها القا میکرد و به جنها القا میکرد تا اونها رو گمراه بکنه از راه توحید، شیطان ملعون. و ان ظننا، ما گمان میکردیم، جنها وصف حال خود رو میگویند، و ان ظننا، ما گمان کردیم، لن تقول الانس والجن علی الله کذبا، ما فکر میکردیم که هرگز نمیگویند انسانها و جنها دروغی رو نسبت به الله متعال. ما گمان میکردیم اون لحظه‌ای که اینها میگفتن که الله متعال فرزندی دارد یا الله متعال شریکانی دارد یا اینها اولیای خدا که ما اونها رو واسطه‌ای بین خود و الله تعالی میدانستیم، این از طرف الله متعال این صفات به آنها داده شده است، ما گمان میکردیم که هیچ وقت انسانها و جنها انقدر جرأت پیدا نکنن که دروغی نسبت بدن نسبت به الله متعال. و ما گمان میکردیم که اینها وقتی که این چیزها رو میگویند راست میگویند. به این خاطر بود که ما شرک میکردیم و شرک رو پذیرفته بودیم. هرگز گمان نمیکردیم که اینها انقدر به ما دروغ گفته باشند. و انه، و همچنین کان رجال من الانس، و این گونه بود که یک عده‌ای از انسانها، رجال من الانس، یک عده‌ای از انسانها، مردانی از انسانها، یعوذون برجال من الجن، پناه می بردن به مردهایی از جنها، فزادوهم رهقا، اونها هم بر ترس و خوف اینها می افزودن. حکایت این آیه این گونه است که یک عده‌ای این گونه بودن که در جزیره العرب و جاهای دیگر در منطقه‌ای که وارد می شدن می گفتن، به خاطر اینکه فکر می کردن اینجا باید برای در امان ماندن از شر و ضرر موجودات موجود در اونجا باید پناه ببرن به یکی از جنهایی که در این منطقه است، رئیس این وادی و سید و آقای این منطقه. اونا گمان می کردن که هر منطقه از خود یک رئیسی داره، آقایی داره. از جنها کن آقای جن بر کل اون کسانی که موجوداتی که در اون منطقه او زندگی میکنن تسلط داره و این میتونه که جلوی اونها رو بگیره تا اونها ضرری به کسی نرسانن. و حتی ماری، گژدمی، دزدی، هر کسی، شیطانی، راهزنی، حیوانی ضرری بخواد برسونه، این جن میتونه جلوی اونها رو بگیره و این توانایی رو و این قدرت رو داره. به همین خاطر وقتی در منطقه وارد میشدن، مثلا یکی میگفت اعوذ بسید هذا الوادی، من پناه میبرم با آقا و سید این
وادی و این منطقه و این گونه میخواست خودش رو در حفاظت قرار بده و الله متعال میفرماید که فزادوهم رهقا و این کارشون بیشتر سبب میشد تا بیشتر بترسن و خوف و ترس اونها بیشتر میشد. این نوعی استمداد باطل و نابجا از جن هاست که از طرف انسان ها صورت می گرفت. و انهم ظنوا و آن انسان ها و آنها گمان می کنند کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا. اونها این انسان های کافر مراد اون کافاری بودن که در زمان نزول قرآن بودن، اونها هم به مانند شما جنها گمان می‌کردن که لن یبعث الله احدا، هرگز الله متعال کسی را نمی انگیزد، دوباره بر نمی انگیزد در عالم دیگر، یعنی اینکه عالم قیامتی وجود نخواهد داشت. اینها گمان می‌کنند که قیامتی نیست و می‌دانیم که مشرکان مکه با وجود ایمانشون به الله متعال، با وجود این که الله متعال عنوان خالق، رازق، مدیر و مدبر عالم و آسمان ها و زمین قبول داشتن، اما اعتقاد به آخرت و دوباره زنده شدن نداشتن. و انهم ظنوا و اونها گمان کردن کما ظننتم، همونجوری که شما جنها گمان میکردید که لن یبعث الله احدا، که هرگز الله متعال هیچ انسانی رو دوباره زنده نخواهد کرد و بعثت نخواهد داشت و دوباره او رو بر نمی انگیزد در عالمی دیگر. و ان لمسنا السماء و ما آسمان ها رو بررسی کردیم، نزدیک شدیم به آسمان و جستجو کردیم آسمان رو، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، و دریافتیم که در آسمان نگهبان‌های بسیار شدیدی وجود داره. نگهبانی شدید شدت یافته، نگهبانی آسمان و نگهبان‌های خیلی سفت و سخت در آسمان قرار گرفتن و همچنین پر شده از نگهبان‌های مولعت، یعنی پر شده حرسا شدیداً از نگهبانی‌های بسیار شدید، نگهبان‌هایی که بسیار شدید هستند و محکم در کار خود، و شهبا و پر شده از شهاب سنگ‌هایی که خیلی زیاد شدن. ما آسمان رو که بررسی کردیم و ما دیدیم که آسمان تغییر کرده، نگهبان‌های فراوان و بسیار سفت و سخت، نگهبانی‌های عجیب و همچنین شهاب سنگ‌های بسیار فراوان. و ان کنا و ما قبل از این حکایت این گونه بود که نقعد می نشستیم یک گوشه منها در آسمان، یک گوشه از آسمان می نشستیم، مقاعد للسمع می نشستیم برای استراق سمع کردن. گوشه های از آسمان می رفتیم و انتظار می کشیدیم. اینجا میتونه کنایه از انتظار کشیدن باشه، چون انسان وقتی یک جایی زیاد انتظار بکشه انگار که اونجا نشسته و می نشینه غالبا منتظر. ما گوشه های از آسمان بسیار انتظار می کشیدیم و می نشستیم به انتظار شنیدن اخبار آسمان ها استراق سمع می کنیم. جن ها با آسمان می رفتن و پیش ملائکه‌ای که موکل برخی از امور در روی زمین بودن، به وقتی که دستورات به اون ملائکه ابلاغ میشد که این کارها باید انجام بشه، اینها برخی چیزها رو میشنیدن، یک راستی میشنیدن، 10 تا دروغ هم کنارش میگذاشتن و میآمدن و اینها رو به برخی از جادوگران و فالبین ها و کاهنانی که روی زمین بودن میدادن و اونها میگفتن ببینید ما از اخبار غیب خبر داریم. و ان کنا نقعد مقاعد للسمع، ما در آسمان می نشستیم تا خبر بیاریم، استراق سمع بکنیم. فمن یستمع الان، اما امروز الان اگر کسی بخواد بره استراق سمع بکنه و حرف گوش بکنه، حرف بدزدد، یجد له شهابا رصدا، و میبینه که در خواهد یافت که یک سنگی، شهاب سنگی در کمین اون هست و هر وقت که میره این شهاب سنگ حمله میکنه و او رو هدف قرار میده. الله متعال میفرماید و جعلناها رجوما للشیاطین، و الله متعال میفرماید من ستارگان رو مایه زینت آسمان دنیا قرار دادم. و یکی از کارهای دیگری که بقایای برخی از ستارگانی که منفجر شدن یا همون شهاب سنگ ها انجام میدهن اینه که برخی از شیاطینی که استراق سمع میکنن در آسمان اونها رو هدف قرار میدن. این شهاب سنگام، برخی از این شهاب سنگام هدف قرار میدن شیاطینی رو که نیت دارن با آسمان برن و آسمان بعد از نزول قرآن برای اونها بسته شد و ممنوع گشت و دیگه حق نداشتن برن. و این خاطر گفتن که ما دیدیم فوجدناها لمسنا السماء، ما آسمان رو جستجو کردیم و دریافتیم که ملئت حرسا شدیدا، پر شده از نگهبانی های بسیار سفت و سخت، و شهبا و شهاب سنگ. شهاب سنگ قبلش هم بود، اما شهاب سنگ های این دفعه
هدف قرار میدادن اینها رو. و ان كنا نقعد منها مقاعد للسمع و ان كنا نقعد منها، ما می نشستیم اونجا مقاعد للسمع، استراق سمع میکنیم. فمن یستمع الان، هر کسی که الان به دنبال این استراق سمع باشه، یجد له شهابا رصدا، یک شهابی او رو هدف قرار میدهد. و ان لا ندری، و ما نمیدانیم. خیلی مؤدبانه و محترمانه صحبت کردن این گروه دعوتگران جن. و ان لا ندری، ما نمیدانیم اشر ارید بمن فی الارض، ما نمیدانیم آیا برای اهل زمین یک شری در نظر گرفته شده است، خطری اونها رو تهدید میکنه. ام اراد بهم ربهم رشدا، یا اینکه پروردگار اهل زمین، خالق آسمان ها و زمین، برای اهل زمین یک خیر کثیری رو در نظر گرفته است و برای اونها صلاح دین و دنیای اونها رو در نظر گرفته است. اینها شر رو به خاطر ادبی که داشتن به الله نسبت ندادن، نگفتن که لا ندری اشر اراد الله بمن فی الارض، نگفتن آیا شری رو الله تعالی اراده داره برای اهل زمین، چون الله تعالی این ادب رو به الله تعالی رعایت کردن که شر رو به ایشان نسبت ندن. اشر ارید بمن فی الارض، آیا اراده شری شده است برای اهل زمین، و یا اینکه الله تعالی با آنها اراده خیری و صلاح دین و دنیا و آخرت آنها را دارد. و ان منا الصالحون و منا دون ذلك، و ما جنها انسانهای صالحی داریم، انسانهای ناپاک و ناصالحی هم داریم، مثل انسانها که جنها گفتن ما موجوداتی داریم، جنهای صالح داریم، جنهای ناصالح، همان گونه که انسانها هم انسانهای صالح دارن و انسانهای ناصالح، مسلمان و کافر دارن، هم انسانها و هم جنها. و ان منا الصالحون، و از بین ما جنهای عده صالح هستن، و من دون ذلك، و عده هم هستن که غیر از این صالح نیستن. کن طرائق قددا، ما دسته ها و گروه های مختلف و ناهماهنگی بودیم. هر کدوم از ما در یک دسته، در یک مسیری دارن راه میرن و حرکت میکنن. و ان ظننا، ما به این یقین رسیدیم که لن نعجز الله فی الارض، ما هرگز نمیتوانیم الله متعال رو در زمین عاجز بکنیم، به این معنا که ما هرگز نمیتوانیم در زمین از حیطه قدرت الله متعال خارج بشیم و از دست عذاب و گرفت الله متعال خود را نجات بدیم. ولن نعجزه هربا، و نمیتوانیم هم که با فرار کردن الله متعال رو عاجز بگردانیم، به این معنا که دستش به ما نرسه و دیگه نتونه که ما رو پیدا بکنه. هر کجا بریم ملک الله متعال است، هر کجا بریم الله متعال بر ما سلطه خواهد داشت. این درک بالای اونهاست از حقیقت موجود. انسان کجا میخواد بره؟ این المفر، کجا میخواد فرار بکنه؟ انسان کجا میخواد بره؟ دست الله متعال جایی نیست، همه ملک اوست، این دنیا و آن دنیا، و ملاقات با الله متعال غیر قابل انکار است و حتی این اتفاق حتما برای مخلوقات جن و انس اتفاق خواهد افتاد. پس بهتر است انسان آمادگی بگیرد. ما که فهمیدیم هیچ راه فراری نیست و یقین داریم به این حکایت، ان لما سمعنا الهدى، و ما هنگامی که شنیدیم هدایت رو، آمنا به، با ایمان آوردیم و تسلیم شدیم به هدایت الله متعال و خود رو در اختیار الله متعال قرار میدیم و دستورات او رو قبول میکنیم. فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا، و هر کسی که به الله متعال ایمان بیاورد هیچ ضرری نخواهد کرد. فلا یخاف بخسا، نمیترسد از نقصی و نمیترسد از ظلمی. نه روز قیامت آنچه انجام داده کم میشه و نه آنچه که انجام نداده به پرونده اعمال او اضافه خواهد شد، نه خوبی ها و نیکی های او کم خواهد شد و نه گناه دیگری به او اضافه خواهد شد. هرگز الله متعال به او ظلمی نخواهد کرد. و ان من المسلمون و من القاسطون، و ما یک عده از ما مسلمان شدن، یک عده از ما مسلمان نشدن و کافر ماندن و قبول نکردن که ایمان بیاورن و کافر شدن و رفتن و پشت کردن. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اما اونهایی که از ما مسلمان شدن اونها جستجو کردن و دریافتن راه رشد و سعادت و رستگاری و فلاح و حقیقت رو. و اما القاسطون، اما اونهایی که
از راه به در رفتن و ظلم و تعدی کردن و تجاوز کردن از حدود الله متعال. فکانوا لجهنم حطابا، اینها خودشون رو هیزم دوزخ قرار دادن و رستگار نشدن و خود رو بدبخت کردن و در به در کردن. و اینها کسانی هستند که باید به حال خود بگرین و تصمیمی مهم برای خود بگیرن. اینها صحبت‌های جن هاست که این گونه صحبت کردن. الله متعال با این آیات به رسول الله علیه السلام و مسلمانان نشان داد که یک عالم دیگری برای شما باز شد. اگر اهل طائف شما رو نپذیرفتن، اگر اهل مکه شما رو ممنوع دخول کردن، نگران نباشید، الله متعال عالم دیگری دارد، عالم جن در این دنیا که آن عالم به سوی تو باز شده است ای محمد علیه السلام و برای شما برادرانی از جن می آیند و ایمان می آورند و اونها دعوت تو رو نشر و پخش خواهند کرد. هیچ نگران نباش، اینها برای تو ایمان آوردن، اینها برای تو دعوت می کنند و مسیر تو رو ادامه خواهند داد. ادامه آیات رو همچنان ادامه داره صحبت جنها، انشاءالله در برنامه بعد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني